ریحونه که همیشه نباید با کباب خورد. یه بارم باهاش این غذا رو درست کن که مطمئنم میشه پای ثابت غذاهاتون. ریحونه شسته شده رو پاک کنید و ریز خورد کنید. ریحونه داخل روغن سرخ کنید و بذارید کنار. یه دونه پیاز رو نگینی کنید و داخل روغن تفت بدید. فوق که شد گوشت رو اضافه کنید. رنگ گوشت که عوض شد بهش زردچوبه و ریحونم اضافه کنید. در آخر آب بریزید. یه 2 لیمو هم بندازید. درش رو ببندید. بذارید تا حسابی بپزه. تو این فاصله بادمجونامون رو سرخ میکنیم. بعد از اینکه خورشتمون جا افتاد و به روغن نشست، بادمجون و گوجه و نمک و آبقوره هم بهش اضافه میکنیم. میذاریم نیم ساعت دیگه جا بیفته. این خورشت ریحون از اون غذاهاییه که عطر و بوش تا 7 خونه اونورتر میره. کنارش هم یه پلو با ته‌دیگ ریحون درست کنید و حالشو ببرید. هرچی از خوشمزدگیش بگم کم گفت.